به نام خدا، وقتتون بخیر. من چند روز پیش یک هدرز از شرکت اومپی هدرز تهیه کردم و اون رو به همراه یک مکانیکی که کار اگزوستازی هم انجام میداد روی ماشینم نصب کردم. یک سری تجربیات داشتم، خواستم اونا رو با شما به اشتراک بذارم. همونطور که در تصویر مشاهده میکنیم، تیبا جزو ماشین هایی هست که کاپوت بسیار تنگی داره. پس لازمش اینه که شما در قدم اول رادیاتور ماشینتون رو باز کنید که هم کاتالیزور راحت‌تر در بیاد و هم هدرز راحت‌تر جا بره. همونطور که 100% میدونید موتور M15 منیفولد دود و کاتالیزور یکپارچه‌ای داره که حجم عظیمی رو از کاپوت در این قسمت اشغال کردن. به اون مواردی که گفتم، اون حرارتگیر هم اضافه بفرمایید که قشنگ پشت رادیاتور رو گرفته. به هر حال بعد از درآوردن کاتالیزور به همراه منیفولد دود ما هدرز رو نصب کردیم و توصیه اینه که اگر احساس میکنید که انباری اگزوز وسط و انباری آخریتون احتیاج به تعویض داره تعویض کنید. هیچ هم نگران نباشید که از اینکه صدای ماشین خیلی زیاد میشه، نه، اگه حالا انباریاتون سالم باشن یا اگه انباریاتون رو تعویض کنین صدای ماشین مثل صدای فابریک میشه و اتفاقی برای صدای ماشینتون نمیفته. حالا یه سری از دوستان هستن که میرن در واقع منبعای اسپورت میندازن، اونا بحثشون جداه، ولی حالا کاری که ما کردیم تعویض 2 منبع بود، چون واقعا منبعای ماشین از سال 94 که مدل ماشین در واقع آیه 94 از اون موقع تا حالا تعویض نشده بود. به هر حال بعد از نصب هدرز همونطور که در تصویر مشاهده میکنید که حالا اون 2 عدد سنسور اکسیژن هم اونجا وصله شده، ماشین رو روشن کردیم و با توجه به نوع پوشش هدرز یک سری بخارها تو در واقع حالا نمیدونم ترکیب رنگ و پوشش هدرز اون اول استارت زدن با توجه به گرم شدن هدرز شروع شده از هدرز بلند شدن. 1-2 دقیقه طول کشید. بعد با توجه به اینکه من رادیاتور ماشین رو شسته بودم و حالا در واقع تمیز بود هم و رادیاتور رو که نصب کردیم، یه 2-3 دقیقه هم در واقع بخارات آب از اون رادیاتور بلند شد و بعد از 1-2 دقیقه هم در واقع ماشین شروع کرد به فن زدن و الان که فکر کنم 3-4 روز از در واقع 4-5 روز از نصب هدرز گذشته، خدا رو 100,000 مرتبه شکر هیچ کدوم در واقع از سنسورهای اکسیژن خراب نشد و در واقع چراغک ماشین هم تا الان خدا رو شکر روشن نشده. البته این نشونه با کیفیت بودن این هدرز هستش. و بعد از اون هم که حالا نصب کردیم خیلی روی دنده های 1 و 2 حالا نهایتا یه جاهایی هم 3 تو شهر احساس میکنم گشتاور ماشین تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته. و یه نکته هم راجع به این حرارت هدرز هم بگم خدمتتون. منیفولد شدنی یا در واقع همون چیزی که کارخونه در واقع میذاره رو ماشین ها گرما رو برای مدت زیاد در خودش نگه میداره و موتور گرم هست. اما هدرز که شما میبندین گرمای موتور، حالا چیزی که توی این 3-4 روز من تجربه کردم، همون موقع داره خارج میشه و گرمای بیشتری رو در کوتاه مدت شما زیر کاپوتتون دارید. بعد حالا با ماشین‌های فابریک تیبا که من مقایسه کردم، تیبا و ساینا، ماشین‌های فابریک چه توی تابستون چه توی زمستون بالاترین آمپری که دارن در واقع آمپرشون میاد وسط وامیسته. ولی حالا من با توجه به اینکه یه تغییر هم ترموستات ماشینمو دادم، در واقع فابریکی تیبا رو 82 یا 83 درجه است، ولی ما ترموستات 76 پراگدی در واقع انداختیم روش. حالا شاید هم تیبا خودش داشته باشه اون 76 شد. در واقع حالا ترموستات رو من
76 انداختم. یه تغییری هم که حالا علاوه بر اون گشت و گرمای ماشین کرده اینه که تا نزدیکی های وسط آمپر میره و اونجا وامیسته. در واقع از نوع فابریکش با توجه به حالا نصب هدرز یه ذره پایین تر وامیسته. تغییرات دیگه هم ما نداشتیم رو ماشین. یه میتسوباب کاستوم انداختیم و یه دونه فولی سرمیلنگ کاستومایز شده به همراه در واقع یه دونه هدرز دیگه چیز خاصی رو ما تو ماشین تغییر نداریم. به هر حال راضی هستیم از در واقع عملکرد این هدرز بعد از 3-4 روز و تشکر ویژه خودمون رو همواره حالا با آقای رستمی و همکارانشون رسوندیم. واقعا